سخت ترین کار دنیا مدیریت کردنه. این نظر شخصی منه و دقیقاً هم نمیدونم چه ادله‌ای برای این بیارم تا ثابت بکنم که بله مدیریت سخت ترین کاره. همه جای ورزش ایران اگر خوب نگاه بکنیم میبینیم که یه جاهایی کاستی هایی هست که همش برمیگرده به مدیریت. البته بود فرهنگی ما به شدت پررنگ هست تو این زمینه، اما مسئله اصلی مسئله مدیریته. اگر توجه کرده باشید من توی استوری های قبلی مطرح کردم که به دنبال 10 تا 15 نفر از مدیران برتر ورزش ایران میگردم. دیدگاه هم اینه وقتی ما این افراد رو پیدا بکنیم میایم ویژگی این افراد رو بررسی میکنیم و شبیه اون عزیزان میشیم. اون وقتی که میتونیم مدیریت ناب و رهبری شایسته در ورزش ایران رو ببینیم. نظر شما چیه؟